دوستان عزیز، عین حال ما در خانه قرار داریم که یک زن روز به خاطر محبت همسفر زندگیش را از میان مردان تاجیکستان انتخاب نمود. خب 35 سال می شود با یک مرد زندگی میکرد و آن مرد را به وطن خود روانه ساخت تا کار و فعالیت کرده زندگی خود را خوب نمایند. و مادر عزیز با غم و اندوه میگوید که شوهرم در شهر مسکو وفات کرد و او را ندیدم. و باز هم با درد و اندوه میگوید که یک پسر دیگر داشتم بعد از خدمت حربی آمده، او را هم به شهر مسکو برای مهنت روانه ساخت و طول 6 سال می شود که فرزندش نه خط و نه خبر دارد. باز یک فرزند یکا یگانه دیگر از این مادر در نزد ما نشسته است، با بیماری روحی گرفتار شده است. از همه شما دوستان عزیز احترامانه خواهش می نمایم که اگر امکانیت دارید، شرایط خوب زندگی دارید، پس بیایید به سراغ چنین اویله ها و وابسته به شرایط امکانیتتان دست کمک دراز بکنید و این مادر تنها و فرزندانی دردمندش.